پرسیدن که برای اینکه بتونن یه رابطه صمیمانه با فرزندشون داشته باشن چه کاری انجام بدن این اتفاق میفته. ببینید عزیزان، برای اینکه والدین بتونن یه رابطه صمیمانه با فرزندشون به خصوص نوجوانانشون داشته باشن، خیلی خوبه که با نوجوانشون خیلی محترمانه صحبت کنن. در همین راستا 2 نکته رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، همیشه سعی کنید جملاتی که میخواین با نوجوانتون مطرح کنین با کلمه من شروع کنید. به عنوان مثال، اگه دختر یا پسر نوجوان شما از مدرسه اومده و وسایلش رو سر جاش نمیگذاره و اونها رو این ور اون ور پرت میکنه و خونه رو شلوغ میکنه و شما اون روز هم خونه رو مرتب کردید و خسته هستید و میخواین این پیام رو به نوجوانتون برسونید که مثلا کاری که داره انجام میده کار درستی نیست، رو اینطور مطرح کنید بهتره. من میدونم تو خسته و از مدرسه اومدی و گرسنه هستی، اما چون وسایلت رو تو خونه پرت میکنی و سر جاش نمیگذاری، من ناراحت هستم چون امروز خونه رو مرتب کردم. ببینید عزیزان، با این جمله این پیام رو به نوجوانتون میرسونید و احساستون رو نسبت به این حرکتش مطرح میکنید که از انجام این حرکات ناراحت هستید. حالا نکته بعدی رو که میخوام ذکر کنم خدمتتون این هستش که هیچ وقت جملاتتون رو با تو شروع نکنید، چون پیامی که تو به نوجوان میده پیام سرزنش، تحقیر و قضاوت هستش. به عنوان مثال، ممکنه به نوجوانتون بگید که تو متوجه نیستی که من خونه رو تمیز کردم، وسایلت رو پرت میکنی. با این جمله شما این نکته رو به نوجوانتون میرسونید که نوجوان احساس بی‌ارزشی میکنه و باعث میشه نوجوانتون با شما رابطه صمیمانه‌ای نداشته باشه. پس عزیزان، زمانی که میخواین با نوجوانتون صحبت کنید، سعی کنید توی حرفاتون تحقیر نباشه، قضاوت نباشه، سرزنش نباشه. با نوجوانتون محترمانه صحبت کنید، همونطوری که با یه آدمی که به هر حال واسش ارزش خاصی قائل هستید همونطوری با نوجوانتون صحبت کنید. مطمئن باشید اگه این اتفاق بیفته، نوجوانتون سعی میکنه که با شما اون رابطه صمیمی رو که شما ازش انتظار دارید رو برقرار کنه.